سلام بچه عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من روح‌الله ابوالحسنی ام، فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه تهران و در حال حاضرم دانشجو پژوهشگرم توی کانادا. توی این ویدیو میخوام بهتون چند تا اپلیکیشن خیلی پرکاربرد رو آموزش بدم برای کسایی که تازه اومدن کانادا و حالا کسایی که میخوام بیان کانادا. اگرم تو ایران هستید که خیلی به درتون نمیخوره، اگرم خیلی وقتی کانادا هستید که شما بهتر از من بلدید، شما باید بیاید به ما آموزش بدید. اولین اپلیکیشنی که به نظر من خیلی کمک میکنه به اقتصاد خانواده این اپلیکیشن فیلیپه و توی این اپلیکیشن شما میتونید تخفیف‌های فروشگاه رو ببینید. مثلا میگم شما میزنید والمارت و میبینید دیگه فلایرهای والمارت رو میاره. مثلا من اینو وا میکنم، نوشته که والمارت از 9 ژانویه تا 15 ژانویه این فلایر برقراره، این تخفیف ها هستش. مثلا پرتقال تخفیف خورده، سبزی تخفیف خورده. کسایی که ایران هستید بدونید که اینجا سبزی مخصوصا خیلی عجیب گرونه. من خودم تا چند ماه از نظر ذهنی مخم نمیکشید سبزی بخرم. مثلا همین یه تیکه رو ببینید، 1.5 کیلو سبزی 400 خورده گرمه. البته فصل سرما هست ولی خب حالا خیلی هم فکر نکنید که فصل گرما ارزون تره. و بعد تخفیف تازه شده $4، قبلش چقدر بوده؟ $6. یه ضرب تقسیم کنید میفهمید که چقدر رقم بالایی برای یه تیکه سبزی. ولی خب دیگه آدم بعد این مدت تسلیم میشه دیگه. یا مثلا این پرتقال تخفیف خورده و چیزای دیگه میبینید دیگه، مثلا نسکافه هست و چه این چیزایی. پس میشه فلایر رو بخونید، هر هفته بخونید، خوبه. و اینکه شما میتونید مخصوصا برای میوه و سبزی بذارید روز آخر فلایر، یعنی امروز که فلایر تموم میشه، داره تموم میشه، خرید کنید و فردا که تخفیف جدید شروع میشه باز هم خرید کنید. میتونید مثلا چه میدونم 2 مدل تخفیف رو توی 2 روز استفاده کنید ازش. و فلایر والمارت رو من کلا خیلی قبول دارم، تخفیفاش از همه بهتره. و این از این موضوع، یعنی فروشگاه به فروشگاه. علاوه بر اون شما میتونید جنس مورد نظرتون هم مثلا سرچ کنید. مثلا میخواید چه میدونم تخم مرغ بخرید، میزنید تخم مرغ و بهتون نشون میده که کدوم فروشگاه دارن تخم مرغ با تخفیف عرضه میکنن. مثلا چه میدونم میخواید گوشت بخرید، مثلا گوشت چرخ کرده، میزنید گراوند بیف و میبینید دیگه حالا این فروشگاه مختلف آورده. این کیلویی نمیدونم $15، یکی نمیدونم 1 خوردهش $9. اینجا رو بخونید و ببینید که کی قیمت بهتری میگه تا از اون تهیه کنید. ولی خود من معمولا با فروشگاه میرم جلو، بهتر دیگه، آدم یه جا میره خرید میکنه بره. خب این از این موضوع. اولین اپلیکیشنی که خیلی پرکاربرده. اپلیکیشن بعدی اپلیکیشن آب و هواه. اینجا هواش خیلی نوسان داره و شوخی بردار هم نیست. یه جوری بارون میاد، یه جوری برف میاد، یه جوری باد میاد که اصلا شما سورپرایز میشین، واقعا یه گیر میکنیم. اپلیکیشن ها زیادی، همشون هم یه کار انجام میدن. من حالا این اپلیکیشن ودر مال آیفون رو براتون باز میکنم بهتون نشون بدم که باید حواستون به چیا باشه. اینجا آب و هوا رو باید یه مقداری دقیق تر بخونید، با ایران فرق داره، خیلی فرق داره. خب این شهر رو اول مینویسه هوا الان -5. این خیلی مهمه. فیلز لایک نوشته -9. شما همیشه سر و کارتون با اینه. این فیلز لایک برای چیه؟ برای اینکه مثلا میگم هوا ممکنه -10 باشه ولی انقدر باد بیاد که شما هوا رو -25 درجه احساس کنید. یعنی میری بیرون پوست سرخ میشه و شما همیشه باید به فیلز لایک نگاه کنید و هر چقدر باد تندتر باشه فاصله این دما با اون فیلز لایکش بیشتر میشه. فیلز لایک یعنی اون چیزی که احساس میشه دیگه. میگه دمای بیشینه چند بوده؟ -4، کمینش هم -10. و اینجا بر اساس ساعت الان آفتابی -5، بعد نیمه ابری میشه و غروبو داریم، بعدش هم که مثلا شب میشه و ستاره ها فکر کنم منظوری پیدا، این هوا ترتمیزه، ابر اینجا جلوش نیستش. و بعد شما دیلی فورکست رو داری، اینم باید همیشه نگاه کنی. مثلا فردا 50% میخواد برف بیاد، پس فردا 70%. اگر میخوای مسافرتی بری، جایی بری، باید حواست به این چیزا باشه.
مثلا تیوزدی ببینید باد گذاشته، این روزی که باد میاد مثلا نوشته -9 تا -5 ولی خیلی بیشتر از اون احساس میشه، واقعا آزاردهنده است بادا اینجا. از نظر ایر کوالیتی خب این مزیتش نسبت به ایران میبینید 3 دیگه، مثلا تو تهران هوا آلوده میشه 500 فلانه، اینجا 3. واقعا هوا تمیز، شما ابر و نزدیک خودتون احساس میکنید و خب خیلی لذت بخشه. این نقشه باد نشون میده باد داره تو چه جهتایی میاد. این همون فیلدز لایک به خاطر باد که گفتم براتون توضیح دادم. یووی ایندکس برای میزان فرابنفشه، مثلا روزایی که خیلی آفتاب شدید باشه و یووی ایندکس بالا باشه بهتره که شما کرم ضد آفتاب بزنید. این راجع به جهت و سرعت باد میگه. این غروب و فلان و اینا. پرسیپیتیشن میشه بارش که 0، امروز هیچی نمیاد. ویزیبیلیتی یعنی تا چقدر جلوتون رو میتونید ببینید، 30 کیلومتر، یعنی که هوا تمیزه هیچ مشکلی نداره. رطوبت 58%، این مال ماه، ما کاری نداریم و همین. یه نقشه هم داره، حالا امروز که بارندگی نیست، نقشه ابر رو نشون میده و خیلی قشنگه. شما اون تایملاینش رو میتونی حرکت بدی و نشون میده که این سامانه مثلا چه ساعتی میخواد از روی شهر شما رد بشه و اونجا میخواد بارون بیاد. اون قشنگه، حالا الان نیستش متاسفانه ولی میتونید ببینید اگر یه روزی بارونی باشه. خب پس آب و هوا رو همیشه چک کنید، خیلی موضوع مهمیه. هر روز که خواب بیدار میشی شب قبلش همیشه باید یه آب و هوا رو نگاهی بندازید. خب اپلیکیشن بعدی که خیلی پرکاربرده اینجا اپلیکیشن فیسبوکه و تو ذهن همه ما ایرانی‌ها فیسبوک خب قبل از اینستا اینا بود یه چیزی که آقا بریم مثلا لایک کنیم فلان و اینا، فرند درست کنیم. نه اصلا این خبرها نیستش اینجا خیلی کس تو فیسبوک دنبال دوستیابی و اینا نیست، بیشتر دنبال چی هن؟ بیشتر دنبال معامله کردنن. فیسبوک قسمتی داره به اسم مارکت پلیس، این پایین اگر نگاه کنید و اینجا میتونید سرچ کنید. مثلا شما چه میدونم میخواید یه سشوار تهیه کنید و این سشوار رو مثلا میزنید که من لایک نیو میخوام، یه چیز در حد نو میخوام و این لیست براتون میاد و بهتونم میگه که این افراد چند کیلومتری شما هستن و از توی مارکت پلیس خیلی میتونید معامله‌های خوبی گیر بیارید. همونطوری که خود من و دوستان بارها تونستیم خیلی دیلای خوبی اصطلاح اینجا میگم معامله‌های خوبی گیر بیاریم. مثلا من خودم یه اسکوتر برقی رو که قیمتش قبل از مالیات 1000 خورده دلار بود و بعد مالیات میشد 1200 خورده دلار، تونستم لایک نیوشو در حد نوشو پیدا کنم 550 تا. یکی دیگه از دوستای من تونست 400 دلار گیر بیاره. دلیلش اینه که اینجا مصرفگرایی خیلی زیاده و افراد بعد از یه مدت یه چیزی رو میخرن و احساس میکنن دیگه خیلی به درشون نمیخوره، دلشون رو میزنه، ذوق میزنه تو ذوقش، میگن ولش کن، ردش کنیم بره، جا هم نداریم الکی نگه داریم هر چیزی رو، و رد میکنن بره و قیمتای خیلی خوبی بهتون میدن. چون دوچرخه برقی، دوچرخه عادی، چون ظرف و ظروف، خیلی چیزا. مثلا یکی از دوستای من یه ست چینی خیلی با کیفیت بالا، یه مارک خیلی خوبه، تونست بخره فقط 80 دلار. این در حد نو بود، این به ما نشونه ما اصلا فکر کنم اینو نو خریده. و زیاد میبینید از اینجور چیزا. شما با همین حرکت ها میتونید کلی پول ذخیره کنید. به نظر من ارزش داره که آدم نگاه کنه. باش ماشین معامله میکنن، خونه معامله میکنن و میگم مثل دیوار ایران دیگه، شما همه چیزی میبینید. اینجا هم همینه، منتها بیشتره اینجا، چون که اقتصاد اینجا بهتره، مردم مصرفگراترن و شما تنوع بیشتری میبینید توی جنسایی که اینجا معامله میشه. مثلا چه میدونم تو عراق که جمعیتش زیاده، جنساش کمتر نسبت به مثلا شهری که من توش هستم و جمعیتش مثلا 100 خورده هزار نفر بیشتر نیست. پس فیسبوک رو حتما نصب کنید، مارکت پلیسش رو همیشه چک کنید و شما اینجا میتونید دیلای خیلی خوبی گیر بیارید. و اپلیکیشن بعدی که اینم خیلی مهمه، اپلیکیشن لینکدین، حتما نصب کنید، مخصوصا اگر دانشجو هستید یا دنبال کارهای لول بالا میگردید، کارهایی که حالا حالت دفتری و آکادمیک و اینا داره. آره مثلا اگر چه میدونم شما شغلتون نجاری و لوله کشی باشه، تو لینکدین خیلی خبر خاصی نیست، ولی کارهایی که یه مقداری مثلا حالت پشت میستوری اینا داره، تو لینکدین زیاد پیدا میشه
حتما پروفایل حرفه‌ای باید بسازید و کانکشن پیدا کنید و بگید دنبال شغل. راجع به لینکدین حالا بعداً باید یک ویدیو مفصل درست کنم، بحثش خیلی طولانیه، ولی حتما نصب کنید و ازش استفاده کنید. اپلیکیشن بعدی چت جی پی تیه که کلی ویدیو راجبش تا الان درست کردم براتون میذارم این بالا، حتما برید نگاه کنید. خیلی پرکاربرده، یعنی توی این 1 سال خورده‌ای که من مهاجرت کردم هیچ کسی به اندازه چت جی پی تی به من کمک نکرد. هر سوالی داشتم جواب داد، چه میدونم توی مالیات، بیمه، هر چیزی که من گیر میخوردم از چت جی پی تی میپرسیدم. میتونید از دوستاتون هم بپرسید، ولی خیلی وقتا دوستای شما اون لحظه در دسترس نیستن یا اینکه اطلاعات کافی ندارن و اینجاست که چت جی پی تی خیلی دوست خوبی میشه برای شما. من که هر روز با چت جی پی تی صحبت میکنم، روزی نیستش که وا نکنمش و به نظر من خیلی خفنه، خیلی کمک کننده است برای یادگیری زبان و هر چیزی که اصلا فکرشو بکنید. خب پس اینم حتما استفاده کنید. و اما اپلیکیشن آخر که اینجا میبینید اسمش ولف سیمپله، همین دبلیو مشکیه. یه اپلیکیشن مالی توصیه میکنم نصبش کنید برای خرید سهام، برای سپرده‌گذاری برای سود و حالا امکانات دیگه‌ای که اگر باز کنید متوجه میشید، چون اینا اکانت من شخصیه، دوست ندارم بازش کنم، ببخشید. و شما میتونید از این اپلیکیشن استفاده کنید برای باز کردن حساب‌های مختلف و حتی ترید و اینجور چیزا داره. و اینکه اگر هم دوست داشتید میتونید لینک ریفرال منو بزنید و از طریق این لینک ریفرال میتونید $25 هم هدیه بگیرید. یعنی روی لینک من کلیک کنید، نصبش کنید، $1 هم توش بذارید برای اینکه پول تو حساب بیاد حتما تا حساب فعال بشه و $25 هم شما هدیه میگیرید. اگر خودتون تنهایی نصب کنید این $25 رو نمیگیرید، یعنی یه چیز برد دیگه. من ریفر میکنم، هم یه ریفرال به من میده و هم یه ریفرال به شما، و اگر شما این کار نکنید هیچ بونسی نمیگیریم، هیچ پاداشی نمیگیریم. خب اینم نصب کنید. اپلیکیشن بانک و اینم که حتما بانک بهتون گفته نصب کنید دیگه، بدیهیه. و همین، حالا این قسمت اولش بود. به نظر خود من این اپلیکیشن ها مهم بودن. اگر براتون جالب بود این ویدیو و دوست داشتید اپلیکیشن دیگه هم معرفی کنم بهم بگید که من قسمت 2 اینم بسازم. همین بچه‌ها، اگر این ویدیو رو دوست داشتید یه لایکی، حرکتی، چیزی، سابسکرایبی، یه کامنتی. اگر هم دوستم نداشتید فدا سرتون. و اینکه آخر ویدیو هم یه سری ویدیوهای دیگه میذارم راجع به چت جی پی تی و اینجور چیزا، دوست داشتید برید نگاه کنید، خیلی بهتون کمک میکنه برای اینکه بتونید مثلا تو زبانتون پیشرفت کنید و تو اپلای تحصیلی و چیزای دیگه. تو کانالم کلا راجع به این چیزا صحبت میکنم. دوستتون دارم، خدا نگهدار.